و دوستان عزیز، باری دیگر خوش آمدید به شبکه قرآن دستور عملی انسان. این لحظه ها می توانید به شبکه ما پیوست شوید. چت شما در نوار دیده می شود و هر چیزی که شما نوشته می کنید دیگران می توانند آن را بینند. و امروز ما تصمیم گرفتیم که تکنیک معاصر را به طرز درست استفاده کنیم، چون هر یکی ما می دانیم و می بینیم که تکنیک را امروز به طرز خوب دیگران استفاده میکنند به خاطر مثلا بعضی چیزهای دیگر. و ما امروز یک برنامه تستی تصمیم گرفتیم و این برنامه تستی ما آزمون است. آزمون سوال و جواب به بعضی سوال هایی که مربوط به سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم است و باز یک سوالنامه ترتیب دادیم در مورد آمدن نازل شدن آیات های یک سوره. و واقعا این خیلی مفید و مهم است برای هر یک نفر ما. همچنین این برنامه برای فرزندان ما نیز خیلی فایده‌ناک است. از این خاطر ما کوشش میکنیم و امروز این یک نمود تستی برنامه را با شما گذرانیده میبینیم و اگر که موفق که شدیم و اگر که برای شما نیز پسند آمد، در آینده ما باز کوشش میکنیم آن را بهتر نیز گردانیم. از این خاطر خب خواهش میکردم هر یکی شما را میتوانید خودی این لحظه لایک مونید و در ایما و در واتساپ میتوانید که به دیگر نزدیکانتان تقسیم کنید تا که دیگران نیز داخل شوند. و ما امروز از استفاده برنامه کهوت من این لحظه سیلکه آن را در چت نوشته میکنم و شما میتوانید ان همین زیر سیلکه داخل شوید، چون با واسطه ان همین کهوت ما میتوانیم که امروز یک جای با شما در برنامه اشتراک کنیم. و یگان نفر اگر میخواهند با ما در تماس باشند و اگر سوال شخصی نه سوال های شرعی جواب نمیگوییم و اگر خواهید به نزدیکان خودتان که این لحظه شما را از هر گوشه و کنار دنیا تماشا میکنند سلام رسانید و ما این امکان را نیز به شما میدهیم. و من خیلی سپاسگزارم به هر یکی شما، به آنهایی که دعای نیک میکنند برای ما و ما باز کوششمون را زیادتر میکنیم و از فرصت حاضر استفاده میکنم و میگویم که به دیگر شبکه های ما نیز حتما پیوست شوید. شبکه نوتاسیس ما حکمت تیوی میتوانید به شبکه حکمت تیوی داخل شوید و من خواهش میکنم از مدیراتورانی که ما داریم در چت نوشته کنند سیلکه دیگر شبکه های ما رو. با شبکه زمانی دانستان وارد شوید. در شبکه زمانی دانستان امروز ساعت 5 با وقت مسکو اگر خطا نکنم ساعت 18 با وقت اروپا ما تصمیم درسی عربی داریم با آموزگار خلف. اکثریت آنهایی که در شبکه زمانی دانستان هستند آنها میدونند که چنین درس داریم و امروز درس را نیز با واسطه سکایپ ما میگذرانیم و شما نیز میتوانید اشتراک کنید. واقعا به طرز آسان فهم و آموزگار نیز خودش زبان مادریش عربی است و خیلی خوب نیز میفهماند و ما کوشش میکنیم در بعضی حالات ترجمه هم کنیم. و این لحظه من نگاه میکنم و خود شما نیز میبینید که چند نفر پیوست شدند. افیری ما تقریبا 34 نفر تقریبا هستند. کهوت را اگر شما برادران دوستان عزیز کهوت را اگر شما در تلفن خود یافته باشید میتوانید در کامپیوتر، اگر در خانه باشید در کامپیوتر تماشا کنید. امروز خود روز یک شنبه است، من از این خاطر امروز را تصمیم گرفتم چون همگان در خانه هستند و میتوانند یک جای با اهل عائله خود اهل بیت خود
اگر وقت داشته باشند ما را تماشا کنند. به همین خاطر اگر در تلویزیون باشد شما میتوانید یوتیوب را درگیرانید و به شبکه قرآن دستور عمل انسان وارد شوید. من خودی حاضر خب به شما نشان میدم. انا همین چیزی که شما میبینید کاهوت است. به انا همین جا وارد میشوید و از کامپیوتر اگر ما رو تماشا کنید دیگران میتوانند با واسطه تلفن موبیلی خب آماده باشند. خب با سوال های شما انشاءالله حتما که جواب میگویم، چون در کامنتاری ها می نویسند سوال های زیاد آماده رسیده ایستاده است و هر جایی که من میتوانم جواب گویم حتما جواب میگویم و با سوال های خب وابسته به خود شبکه ما باشد و سوال های شخصی باشد حتما جواب میگویم. و خب تقریبا 34 نفر هستیم و بیایید آغاز میکنیم. طور تستی من به شما رقمی پین بازی خودی حاضر نوشته میکنم و شما از آن داخل میشوید به بازی و سوال پیشنهاد میشود، وریانت ها پیشنهاد میشود و کدام وریانتی درست که باشد شما رنگ را انتخاب میکنید. اونجا چند رنگ است، همون رنگ را پخش میکنید. خب اگر آماده باشید من این حال تیار میکنم برنامه رو و پین رو برای شما دسترس میکنیم. خب صدایش را میگیریم. اینجا یک صدا نیز دارد. خب انا همین پین بازی رو میتوانید در کاهوت خود نوشته کنید. مرحمت 653 91 36. همه آنهایی که با ما هستند تماشا میکنند ما رو در کاهوت نوشته کنید. در کجا؟ من یک بار دیگر نشان میدم. در داخلی انا همینجا کد را پین کد را نوشته میکنید. ماشاءالله خیلی خوب. الکی چند نفر؟ مینو، ابو حنیفه، حمزه، منصور برو، عبدالله خوش آمدید، مسفره خوش آمدید، امید خوش آمدید. خب جمع میشویم باز 7 نفر عین حال آنهایی که اشتراک میکنند در برنامه. خب مرحمت. رقم های تلفنی ما نیز زیری نوار نوشته شده است، چون برادران سوال میکنند حتما که میتوانیم با شما در تماس باشیم اگر شما خواهید. خب امید، مسفره، مینو، ابو حنیفه، حمزه، منصور، عبدالله اینجا هستند و هر کسی که باز میخواهد اشتراک کند مرحمت. باری دیگر تکرار میکنم، شما در اینترنت کاهوت نقطه ای ت داخل میشوید و انا همین پین رو نوشته میکنید، یعنی که 653 91 36 و ما امید تجکه خوش آمدید. 8 نفر شدیم. سوال های خیلی شکر خوش آمدید. سوال ها خیلی سوال های آسان است و عادی است، وابسته به سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم و بعد از این نیست ان شاء الله ما کوشش میکنیم یک آزمون دیگر نیز گذرانیم تا اینکه معلومات زیادتر پیدا کنیم دوستان عزیز، چون واقعا خیلی مهم است و اگر حتی یک آیت را نیز دانیم، اگر حتی یک حدیث را نیز دانیم موافق گفته های رسول الله صلی الله علیه و سلم، ما باید که به هم دیگر رسانیم. از این رو این خیلی یک درسی خوب هم می شود برای ما، هم برای فرزندانمان، چون امروز روز یک شنبه است. بار دیگر تکرار میکنم، همگان با اهل نزدیکان خود، پیوندان خود نشستند و یک در
کامپیوتر یا اینکه در تلویزیون میتوانید به شبکه قرآن دستور عملی انسان وارد شوید و با واسطه تلفن موبیلی بس سایت kahoot.it داخل شوید و آن همین پین را نوشته کنید. حمزه خوش آمدید. خب 10 نفر شدیم. خب خب یک نفر تماشابین ما با جای پین این پین را نوشته کردند. خیلی خوب، خوش آمدید. مسلم خوش آمدید. الله از هر یکی شما راضی باشد. 11 نفر شدیم. خب باری دیگر تکرار میکنم، به سایت kahoot.it داخل شوید و در آنجا پین نوشته شده است. به جای پین رقم 653 91 36 را نوشته میکنید و شما حتما که داخل میشوید. شکرا، خوش آمدید. خب 10 نفر هستیم. چون می نویسند که باز کمی انتظار شویم، چند نفری دیگر میخواهند باز داخل شوند. باری دیگر یادرس میشوم سوال های خیلی عادی و آسان است. مصعب خوش آمدید. و خب بیایید اکنون آغاز میکنیم. این تستی است، شاید کجای کمبودی ها باشد و ما کوشش میکنیم که آن را در آینده برطرف کنیم. خب اگر شما آماده باشید ما سر میکنیم بازی را. فکرهای اسلامی نیست، شادمان نیست. خوش آمدید. خیلی خوب، بسم الله. نام چند زن در قرآن نوشته شده است؟ نام چند زن در قرآن نوشته شده است؟ و شما میتوانید جواب درست را از تلفنتان زیر کنید. یعنی که یکم جا مریم آمده است، زرد امینه، عایشه، ام کلثوم، کبود عایشه، مریم و یا دیگر. ماشاءالله. خب همه 5 نفر اشتراک کردند و 5 نفر درست جواب گفتند. به سوال دیگر میگذاریم. خب عبدالله یکم شده، درست جواب گفتند. 830 خال گرفتند. مینو 825 خال، مصعب 790، امید 772. یعنی اینجا نشان داده شده است از 10 نفر کسی اولین شده پخش کردند. به سوال دیگر میگذاریم و میبینیم که کی به جای اول میبرد. یعنی شما نیز این لحظه ها میتوانید کوشش کنید و به جای بالاتر گذارید. سوال دوم: از همه درازترین سوره قرآن؟ وریانت ها: آل عمران، بقره، نیسا، اخلاص. و زودتر شما در دوام 20 ثانیه باید که آن همان رنگ را پخش کنید. کدام رنگ را شما کسی پیشتر پخش میکند آن هوای جوابی درست گفته است. و خیلی خوب، 10 نفر. خب مینو به بالا برآمد، یعنی که اولین شده جواب گفت. در جای دوم عبدالله و در جای سوم منصور. برا دوام میدیم. سوال سوم: کدام سوره را ام الکتاب میگویند؟ کدام سوره را ام الکتاب میگویند؟ الناس، آیت الکرسی، یاسین، فاتحه. شما در تلفن موبیلی خود رنگ دارید، اون رنگ را میتوانید که زیر کنید تا که خیلی خوب، خیلی خوب. خب میبینیم که به پیش برآمد. 4 نفر جوابی درست گفتند، 3 نفر
یاسین رو انتخاب کردند و 2 نفر آیت الکرسی رو انتخاب کردند و واقعا کتاب گفته سوره فاتحه رو میگویند. میبینیم که به پیش برآمد مصعب به بالا برآمد و مینو که در جای اول بود جای سیوم رو اشغال کرد و ابو حنیفه تبریک میکنم جای دوم. دوام میدهیم. روزهای جمعه کدام سوره را زیادتر میخوانند؟ سوره فاتحه، سوره عصر، سوره بقره یا اینکه کهف؟ خب هر کسی که اولین شده جواب درست را انتخاب کرد به زینه بالا میبراید. خب ما 20 ثانیه وقت داشتیم. ماشاءالله 8 نفر جواب درست گفتند و 2 نفر ناکام شدند. بیایید میبینیم کی به پیش برآمد. خب مصعب در جای اول است و مینو در جای دوم، ابو حنیفه در جای سوم و خب حمزه 3 مرتبه جواب درست گفته است، یعنی که پیهم جواب درست گفته است. خب بیایید به سوال دیگر میگذاریم. نام پدر محمد صلی الله علیه و سلم چیست؟ وریانت ها: عیسی، عبدالله، ابو مطلب، ابو طالب. کسی پیشتر شده جواب درست را زیر کند و بالاتر خالی بلندتر را میگیرد. 7 نفر جواب درست دادند. ماشاءالله ماشاءالله. خب بیایید میبینیم کی به پیش برآمد. مصعب در جای اول، ابو حنیفه در جای دوم، منصور برو در جای سوم و حمزه حرکت دارد به سمت پیش در جای چهارم است. فکر میکنم که شما نیز آنهایی که پایانتر هستید اگر اولین شده در جوابهای دیگری که ما داریم شما جواب که گفتید شما نیز به زینه بالا میبرید. بیایید دوام میدیم. نام بابای پیامبر صلی الله علیه و سلم. وریانت ها: ابو طالب، عبدالحمید، عبدالمطلب، عبدالله. ما 20 ثانیه وقت داریم. یک جای با شما میتوانید زودتر تگمچه را زیر کنید و جوابی درست کنید. 7 نفر جوابی درست گفتند. ماشاءالله ماشاءالله. میبینیم که کی به پیش برآمد. خب دوستان عزیز خوش آمدید. میتوانید این لحظه لایک مانید تا که دیگران تماشا کنند و شما میتوانید به دوستانتان شبکه ما رو روان کنید تا که آنها نیز پیوست شوند، چون باز یک 10 سوال دیگر نیز داریم که به مثل همین خیلی شوق آور است و تبسم میکنیم، خنده میکنیم و همچنین خوش میگذرانیم شام خود را و باز یک معلومات دیگر نیز به خود پیدا میکنیم. الله از هر یکی شما راضی باشد. بیایید میبینیم کی به پیش برآمد. مصعب در جای اول است و ابو حنیفه در جای دوم. تبریک. حمزه به پیش برآمد و در جای سوم قرار دارد. منصور برو کمی پایانتر و عبدالله در جای پنجم. دوام میدیم و نزدیک میشوند به غالبیت مصعب، چون مصعب پیهم به 6 سوال درست جواب گفت. از 10 سوال به 6 سوال پیهم درست جواب گفت و همین خاطر در جای اول است. سوال هفتم: نام مادری که به محمد صلی الله علیه و سلم شیر داده است. وریانت ها پایان است. کسی اولین شده جوابی درست را پخش میکند. مرحمت. خب چند ثانیه دیگر. 1 درست. 6 نفر جوابی درست گفتند. ماشاءالله
6 نفر جوابی درست گفتند. و ببینید تماشاگران عزیز، به همین بازی، یعنی که ما یک بازی میکنیم و همچنین معلوماتی خوب برای خودمون پیدا میکنیم. ببینید از 10 نفر ما اگر چند نفری که خطا جواب گفتند، بعد از این دیگر درست درک میکنند که چه از جوابی درست. حلیمه مادری که به محمد صلی الله علیه و سلام شیر داده است، میبینیم که به پیش برآمد. محمد مصعب در جای اول، ابو حنیفه در جای دوم و حمزه در جای سوم و مینو نیز باز وارد شد به قطار اولین ها. منصور برو از بین رفت و مینو آمد. دوام میدهیم. قوم حلیمه چی نام داشت؟ مادری که به رسول الله صلی الله علیه و سلام شیر داده است، قومش چی نام داشت؟ بنی انصار، بنی طالب، بنی اسرائیل، بنی سعد. اولین شده که زیر میکند، پخش میکند، درست رنگی درست را برد میکند. خب 2 نفر جوابی درست گفتند، ماشاءالله، بنی سعد. و خب دوستان عزیز، آنهایی که این لحظه پیوست شدند و تقریبا 68 نفر ما را تماشا میکنند، شما نیز آماده باشید، میتوانید در همین بازی شما نیز اشتراک کنید و طرز اشتراک کردن شما با واسطه تلفن موبیلی خودتان کهود نقطه ایت داخل میشوید و من پین کد رو برای شما روان میکنم، آن را نوشته میکنید. خیلی آسان و عادی است داخل شدن. انتظار باشید، بعد از این بعد از یک سوال دیگر، 2 سوال دیگر، شما نیز میتوانید وارد بازی شوید. خب ماشاءالله، ابو حنیفه به بالا برآمد، جای اول 5862 خال. مصعب در جای دوم و حمزه در جای سوم. ابو حنیفه به 7 سوال آخرین ما پورا درست جواب گفت، یعنی به خطا به 7 سوال ما جوابی درست گفت. تبریک میکنم و ما باز سوال دیگر داریم، بیاید میگذاریم به سوال دیگر. در طول چند سال قرآن نازل شد؟ در طول چند سال قرآن نازل شد؟ 25، 23، 60 یا اینکه 32. کسی جوابی درست را میداند زودتر پخش کند تگمچه را و رنگی درست را. ماشاءالله، 9 نفر جوابی درست دادند. 9 نفر جوابی درست دادند. 23 سال. در طول 23 سال قرآن کریم نازل شده است. چون پیشتر ابو حنیفه در جای اول و دیگر مصعب و در جای سوم حمزه، مینو و عبدالله. و سوال نهایی، محمد صلی الله علیه و سلم در چند سالگی وفات کردند؟ خب تشکر زیاد. بسیار تماشابینان ما در افیری مستقیم نیز در چت ما جوابهای درست را میگویند. تشکر، الله شما راضی باشد. 6 نفر جوابی درست گفتند، 3 نفر، 4 نفر جوابی نادرست گفتند. خب میبینیم که در برنامه ما غالب شد. در جای سوم عبدالله، در جای دو مصعب و در جای اول ابو حنیفه. ماشاءالله، ماشاءالله، مبارک باشد. این قرصک ها برای شما. ابو حنیفه 7543 خال گرفتند و مصعب 7139 خال، کمی پستر میکنیم صدایش را، و عبدالله 6234 خال. 3 نفر غالبیت مطلق
تبریک میکنم، تبریک مبارک باشد. و واقعا بار دیگر دوستان عزیز، تماشابینان گرامی، این یک بازی بود و این بازی را به طور درست ما امروز به طور درست استفاده کردیم، چون من و شما باخبر هستیم، میدانیم که همه آنهایی که میخواهند بازی ها را هر گونه در هر راه استفاده میکنند و این زمانی معاصر است و از این خاطر ما این تصمیم را گرفتیم، گفتیم بیایید همین بازی هایی که مثلا در دیگر راه استفاده میکنند ما آن را در راهی درست استفاده کنیم تا فرزندان ما، تا خودی ما یک معلوماتی خوب برای خودمون پیدا کنیم، آموزیم. این انشاءالله که خوب است و بهتر است و یک چیزی که تربیوی است و ما خودمون یک معلومات دیگر پیدا میکنیم، یعنی که روز از روز خودمون نیز کمی باشد هم رشد میکنیم. و بیایید سوالنامه دیگر من این حال تیار میکنم. تقریبا 78 نفر ما تماشابین داریم این لحظه. در واقع خیلی عجیب است ببینید که 50,000 نفر آنهایی که یک جای در شبکه قرآن دستور عمل انسان هستند و همگی 70-80 نفر تماشا میکنند. سبحان الله. و از این راه شما میتوانید انشالله اگر لایک مانید یا اینکه به دیگران روان کنید شبکه قرآن دستور عمل انسان را تا دیگران نیز داخل شوند. من برنامه دیگر رو این لحظه میسازم. تیار است، سوال ها تیار است و خب شما میتوانید که زیادتر از این پیش ما تقریبا 10-11 نفر اشتراک کردیم و در برنامه دیگر میتوانیم زیادتر باشیم. خب این حال اینجا پین پیدا می شود. خب صدایش را می گیریم. مرحمت نوشته کنید در تلفنی خود یا در کامپیوتری که شما استفاده میکنید رقم پین 16 13 355 نوشته کنید و داخل بازی شوید. مرحمت. همگی 10 نفر سوال است. سوال در مورد نازل شدن یک سوره و چند آیتی آن. در این باره باره آن سوالی که من این لحظه برای شما پیشنهاد میکنم، ما در شبکه زمانی دانستن تقریبا 4 برنامه یا 5 برنامه پیشنهادی شما کرده بودیم و برای شما معلومات خیلی مفصل و معلومات زیاد داده شده بود. این حال نمیگویم کدام سوره است، چون شوق‌آور آن است که شما این لحظه اشتراک کنید در آن بازی و جواب‌های شما را فهمیدن می‌خواهیم که برای ما جواب‌های درست میگویند، پیشنهاد میکنند. خب اینجا نوشته میکنند برای پیوست شدن شما میتوانید از تلفن موبیلی خودتان استفاده کنید و در کامپیوتر میتوانید ما را تماشا کنید یا اینکه در تلفن دیگر ما را تماشا کنید، از تلفن دیگر پیوست شوید، فرق ندارد. خسرو خوش آمدید، مسلم خوش آمدید، ایلاو الله خوش آمدید، ابو حنیفه خوش آمدید، امید، شادمان، منصور برو، مینو، مصعب، حمزه خوش آمدید. 10 نفر شدیم و 90 نفر هستیم. آنهایی که ما را تماشا میکنند شما نیز میتوانید اگر خواهید در آزمون اشتراک کنید. سوال ها در مورد نازل شدن یک سوره و سبب نازل شدن آن سوره، به چه خاطر نازل شده است و از تفسیر سوره گرفته شده است و واقعا نهایت مهم است. یک معلومات پیدا میکنیم ما و شما بعد از دانستن جواب به این سوال ها. مرحمت 10 نفر شدیم و آنهایی که میخواهند اشتراک کنند 16 13 355 این پین کد است. با kahoot.it داخل شوید.
کاهوت نوشته میکنم یک بار دیگر از مدیراتور خواهش میکنم که در چت نوشته کنند کاهوت نقطه ایت تا دیگران دانند. کمی انتظار میشویم چون برادران سوال میدهند چگونه داخل شویم. مرحمت تماشابینان عزیز، زیادتر شدیم. مینوج خوش آمدید. 12 نفر شدیم. خب با آنهایی که نوکک پیوست شدید، ما آزمون داریم. آزمون سوال و جواب، سوال ها هست و وریانت های جواب است. سوال ها برای درک کردن اسلام ما است و از این خاطر شما می توانید که در آزمون ما اشتراک کنید و یک معلومات خوب برای خودتان پیدا کنید، برای فرزندانتان، چون سوال میدهند آنهایی که نوکک پیوست شدند. خوش آمدید. خب کاهوت نقطه ایت داخل شوید و در آنجا برای شما گیم پین میبراید. جای گیم پین همین رقم را نوشته میکنید: 16 133 55. حسین خوش آمدید. زینب خوش آمدید. انور خوش آمدید. مشنیس فرید خوش آمدید. هفده نفر شده. ماشاءالله. خیلی خوب. خیلی خوب. الله از هر یکی شما راضی باشد. کمی دیگر انتظار میشویم و همان هایی که مختارف خوش آمدید. 18 نفر شدیم. ابراهیم خوش آمدید. عبدالمطلب خوش آمدید. 20 نفر شدیم. خب تماشابینان عزیز، همه آنهایی که ما رو تماشا میکنید لایک مانید و دیگران تقسیم کنید تا که دیگران نیز توانند اشتراک کنند، یک بهره گیرند، چون وقتمان رو ما هر گونه صرف میکنیم به فایده است و وقتی هست که آن را ضایع میکنیم، یعنی به فایده صرف میکنیم. از این خاطر وقتی خودمون کوشش کنیم که درست صرف کنیم، در راه درست صرف کنیم و یک معلوماتی خوبی برای خودمون پیدا کنیم و مثلا همین خاطر ما این بازی را کوشش کردیم که برای شما آماده کنیم، تشکیل کنیم. خیرالله خوش آمدید. کاهوت نوشته کردند کسی و اگر نام خودتان را نوشتن نخواهید میتوانید مثلا ابو منصور یا اینکه یگون نامی که تخلص باشد بگذار نوشته کنید. یگون مشکل ندارد. مهمش اشتراک کردن است و حتی برد کردن نیست، اینقدر مهم نیست، بلکه اشتراک کردن و معلومات پیدا کردن این است مهم. خب بیتالی میپرسند چگونه داخل شویم. برای شما میگویم کاهوت نقطه ایت مدیراتور نوشته کردند، به نامونجا داخل شوید و در جای گیم پین همین رقمی که شما میبینید نوشته کنید: 16 133 55. بهادر خوش آمدید. خیرالله خوش آمدید. 20 نفر شدیم. خب بیایید آغاز میکنیم. 20 نفر هستیم و سوال چخیلی که گفتم در مورد نازل شدن یکی از سوره ها ما آماده هستیم. بسم الله. تاجیک بهادر خوش آمدید. زیهار گفته چی را می گفتند؟ مردان عرب در زمان پیش زیهار می گفتند. وریانت ها: فلان جای تو به مادرم مانند است، یا فلان جای تو به همسایه مانند است، یا تو فلانی، یا اینکه فلان جای پدرم به تو مانند است. جوابی درست کدام است؟ زیهار گفته چی را می گفتند مردان عرب در زمان جاهلیت.
نه نفر جوابی درست گفتند. ماشاءالله. 9 نفر همونهایی که به فکرم برنامه ما رو تماشا کردند در شبکه زمانی دانستن، چون ما در مورد زهار چند برنامه دراز داشتیم. در جای اول خیرالله، در جای دوم مصعب و در جای سوم تاجیک ابو حنیفه و میناج. دوام میدهیم. سوال دوم، 2 مراتب زیادتر شما خال میگیرید. زهار در جاهلیت به چی می آورد؟ یعنی به چی آورده می رساند زهار؟ به خوشبختی، به خرسندی، به مهربانی یا به جدایی عائله؟ زهار به چی آورده می رساند در زمان جاهلیت؟ 2 مراتب زیادتر خال میگیرید. کسی اولینش پخش کرد. به جدایی عائله. 8 نفر جوابی درست گفتند. ماشاءالله. خب خیرالله در جای اول هستند، مصعب در جای دوم و ابو حنیفه در جای سوم. به سوال دیگر میگذاریم. زهار در زمان جاهلیت به چی مانند بود؟ به زن، به مرد، به طلاق یا اینکه به اسب؟ آنهایی که میدونند تبسم میکنند، خنده میکنند. بله، به چی مانند بود زهار؟ 8 نفر جوابی درست گفتند. ماشاءالله. به طلاق. زهار به طلاق مانند بود و در زمان جاهلیت یگان جایی اگر مرد میگفت به زنی خود، یگان جایی تو به یگان جایی مادری من مانند است میگفت، زهار میشد. وقتی که زهار میشد عائله ویران میشد. خب دوامش را نمیگویم چون سوال ها موافقند و به همین خاطر به سوال دیگر میگذاریم. خوش آمدید آنهایی که نوکک به شبکه قرآن دستور عملی انسان پیوست شدند. خیرالله در پیش بودند و به جای سوم گذاشتند. ابو حنیفه به جای اول و مصعب در جای دوم. حمزه پیوست شدند و اسیه نیست. خوش آمدید و تبریک میکنم. دوام میدیم. سوال چهارم، کسی که برد کرد 2 مراتب خلاه زیادتر می شود. کدام سوره در مورد زهار نازل شد؟ سوره بقره، سوره عصر، سوره یاسین یا اینکه سوره مجادله؟ 2 مراتب خالی زیاد میگیرید کسی که جوابی درست گفت. یعنی که اگر در پایان باشد بالا میبراید. ماشاءالله. 11 نفر جوابی درست گفتند. سوره مجادله. سوره مجادله در باره زهار، یعنی که در باره زهار در انهمین سوره آمده است. میبینیم کی به پیش برآمد. ماشاءالله. ابو حنیفه در پیش، مصعب در جای دوم و خیرالله در جای سوم و میناج نیست باز آمدند. دوام میدهیم. سوال پنجم، سوره مجادله چندم سوره در قرآن است؟ رقمش رقم 36، 114، 58 یا اینکه 2؟ کدام سوره است؟ چندم سوره است؟ ماشاءالله. 13 نفر جوابی درست گفتند. 13 نفر جوابی درست گفتند و واقعا باعث خرسندی است، باعث یک خوشبختی است که ما امروز توانستیم که این گونه تصمیم را گیریم و ما توانستیم که به خواست الله سبحانه و تعالی این گونه آزمون را گذرانیم، چون یک معلومات خوبی دیگر پیدا میکنیم، یک معلومات نو پیدا میکنیم آنهایی که نمیدانستند و هم شوخی میکنیم، هم خرسندی میکنیم، هم باز کمی باشد هم درس علم میگیریم. دوام میدیم. بیایید باز 5 سوال دیگر داریم که در جای اول است ابو حنیفه. مبارک باشد ابو حنیفه در پیش و
در جای دوم مصعب، خیرالله، اسیه و ایلا و الله برآمدند به بالا، به زینه های بالا. سوال ششم: به خاطر کدام زن سوره مجادله نازل شد؟ باور کنید به نهایت یک سوره که وقتی معنایش رو میخوانیم احساسی کس اشک از چشمانش جاری می شود وقتی که این سوره رو تفسیرش رو میخواند. به نهایت تکان دهنده است. خب جوابهای شما رو میبینیم که جوابی درست گفت. 5 نفر جوابی درست گفتند. بله، حوله بنت ثعلبه آن زنی بود که توانست داد خودش را به الله سبحانه و تعالی رساند، یعنی سر به سجده برد و گفت که شوهرم مرا زهار کرد و من فرزند دارم، من نمیخواهم که با شوهر خودم جدا شوم. این چگونه می شود که شوهری من گفت که فلان جای تو به فلان جای مادرم مانند است و دیگر بین ما جدایی پیدا شد. و میخوام که زیادتر نقل کنم، اما بیایید باز 4 سوال و جواب دیگر داریم، چون به هم دیگر مانند است و من نمیخوام که جواب رو پیشکی به شما گویم. از این رو دوام میدیم و میبینیم که کی به پیش برآمد. ابو حنیفه 6691 خال. ماشاءالله. مصعب، اسیه، خیرالله آمدند و میناج. خب یکی از اشتراکچیان ما با 3 سوال اخیران درست جواب گفتند. کام بابا فکرم اگر خطا نکنم. بیایید به سوال دیگر میگذاریم. نام شوهری حوله بنت ثعلبه چی بود؟ خالد ابن ولید، افس ابن سامت، علی ابن ابو طالب یا اینکه مصعب بود؟ مرحمت جوابهای خودتون رو نوشته کنید. ماشاءالله 9 نفر جوابی درست گفتند. افس ابن سامت بود، شوهری حوله بنت ثعلبه که ناخواست در یک حالت می شود که سببش هم ناچیز بود و به همسرش می گوید، به حوله بنت ثعلبه می گوید که فلان جای تو به فلان جای مادری من مانند است، به همین گونه معنا. و بعد از این بین آنها زهار پیدا می شود و حوله بنت ثعلبه نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده می پرسد یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، شوهرم این گونه گفت، چی شد بین ما؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم می گویند بله، بین شما زهار شد. در این وقت حوله بنت ثعلبه به نهایت احساسی می شود و می گوید من فرزندان دارم، من دوست می دارم شوهرم را، من نمی خواهم که با بین ما جدایی شود. ولی رسول الله صلی الله علیه و سلم می گویند دیگر بین شما جدایی شد و سرش را سجده می کند و از الله می پرسد یا الله به داد من رس، یعنی کمکم کن. و این گونه سوره مجادله آیت های 1 تا 4 نازل می شود. و بیایید دوام میدیم و انشاءالله شما می توانید در شبکه زمانی دانستن، من از مدیریتور خواهش میکنم نوشته کنند زمانی دانستن چگونه شما می توانید پیوست شوید و آنجا برنامه پوره ما رو می توانید شما تماشا کنید در مورد تفسیر سوره مجادله آیت های 1 تا 4. 3 سوال دیگر باقی مانده است. میبینیم کی در پیش است. ماشاءالله ابو حنیفه در جای اول،
در جای دوم مصعب و اسیه، خیرالله و میناج. دوام میدهیم. مصعب ماشاءالله مصعب با 7 سوال ها پی هم درست جواب گفتند و اینجا نوشته شده است که مصعب با 7 سوال پی هم جواب درست گفتند. سوال 8: این سخنهای کیست؟ این زن حوله بنت ثعلبه است که سخنهایش را الله از بالای 7 آسمان شنیده است. کی این سخنها را گفته است؟ این زن حوله بنت ثعلبه است که سخنهایش را الله از بالای 7 آسمان شنیده است. علی ابن ابو طالب، عثمان ابن عفان، ابوبکر صدیق یا عمر الخطاب گفته است؟ خب 7 نفر جواب درست گفتند. بله، عمر الخطاب، خلیفه آن زمان، وقتی که روزه می شود با زن و میخورند یک جایه با دیگر صحابگان و آن زن عمر رضی الله عنه را به سخن میگیرد و گپ میزند و حتی میگوید که یک زمان تو عمر چه بودی و امروز تو عمر خلیفه مسلمان ها شدی، یعنی که با این گونه سخن میکرد. و در اون زمان دیگر اصحاب میگویند که یا عمر چرا تو این زن را گوش کردی و ششتی، یعنی که وقتی خودت بیهوده گذرانیدی. عمر رضی الله عنه میگویند که اگر حتی تا صبح این زن مرا اینجا سخن میگفت من این را گوش میکردم، چون این زن را سخنهایش را الله از بالای 7 آسمان شنیده است، من چرا گوش نکنم؟ و علاوه میکند بجز نماز فرض من تا نماز صبح این زن را آماده بودم که گوش کنم. و 7 نفر جوابی درست گفتند. میبینیم که به پیش برآمد. ابو حنیفه به پیش برآمد با 8398 خال. مصعب در جای دوم، خیرالله، اسیه و میناج. دوام میدهیم. معنای مجادله چیست؟ بحث سخن، کشمکش، حقارت یا دشنام یا نام زن یا صدای سور یا سورنای. پنج نفر جواب درست گفتند. بله، مجادله گفته بحث سخن، یعنی کشمکش میگویند. وقتی که خب میخواستم نقل کنم ولی به فکرم در سوال نهایی جواب می آید به همین سوال و بعد از آن من کمی در مورد بحث سخن و کشمکش انشاءالله که برایتان نقل میکنم. خب بیایید میبینیم که به پیش برآمد. ابو حنیفه در جای اول است، خیرالله، مصعب، اسیه پیدا شد و میناج. و همچنین خسرو نیز به 3 سوال آخرانی که ما داشتیم درست جواب گفته است، پی هم درست جواب گفته است. و فکرم سوال نهایی است. بله، این بازی به شما پسند آمد. بله خب تشکر زیاد. الله از هر یکی شما راضی باشد. و بیایید کوتاه درباره آنی که به چه خاطر کشمکش میگویند یا مجادله میگویند همین سوره را گفته میگذارم و شما باز معلومات پوره را میتوانید در شبکه زمانی دانستن
داخل شوید و برنامه هایی که ما پیشتر قبلا آماده کرده بودیم در مورد تفسیر سوره مجادله و آیات های 1 تا 4 آنجا پورتر گوش کنید. مجادله گفته به آن خاطر میگویند که وقتی که اولین بار حوله بنت ثعلبه نزد برای شکایت کنی به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم می آید، عایشه رضی الله عنها در را میکشایند و میبینند که یک زن می آید و میبینند که زن با رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار سخن میگفت، یعنی کشمکش میکرد، مجادله میکرد و نمیخواست که چنین باشد، نمیخواست که بینشان بین شوهرش جدایی شود و از این خاطر با سخنهای شاید که بلندتر میگفت، یعنی که میخواست که یگان راه پیدا شود که از آن همان ورطه جاهلیت بیرون شوند و آن همین سبب هم شد. سبب حوله بنت ثعلبه شد که از آن همان جاهلیتی که مردم عرب پیشتر داشتند، ناحرمتی زن از آن ورطه بیرون میبرایند به سبب دعای این زن. دعای این زن نزد الله مستجاب شد، یعنی که این زن خواست که یگان راه پیدا شود که از شوهرش جدا نشود، چون شوهرش را دوست می داشت، فرزندانش را نمیخواست که بی پدر مانند. از این خاطر وقتی که صحبت میکرد حوله بنت ثعلبه با رسول الله صلی الله علیه و سلم، شاید که بلندتر گپ میزد. این را عایشه رضی الله عنها میشنید و میگفت و مجادله میکردند، کشمکش میکردند آنها. و بیایید میبینیم که به جای اول برآمد و میبینیم که برد کرد امروز جای سیوم. خیرالله مینا جای دوم و جای اول. ابو حنیفه ماشاءالله ماشاءالله با 10,822 خال و اسیه و حمزه نیز در بعد از اینها بودند، یعنی که باز دو نفر دیگری که جاهای نمایان رو گرفتند. خب صدایش را خاموش میکنیم. خب بار دیگر تماشابینان عزیز خوش آمدید میگویم هر یک شما را و امروز ما امید داریم که وقتمان رو کمی باشد هم خوش گذرانیدیم، خوب گذرانیدیم و با ثمر گذرانیدیم. مهمش چون همه میتواند هر گونه وقتی خودش رو صرف کند و امروز ما کمی هم تبسم کردیم، کمی هم خرسند شدیم و کمی هم بازی کردیم و هم کمی باشد هم دانش گرفتیم و اگر برای شما پسند شده باشد حتما در کامنتاریاتون نوشته کنید و شاید که ما باز روزهای نزدیک دوام دهیم به مثل این و شما میتوانید حتی فرزندان خودتان رو نزد کامپیوتر یا اینکه نزد تلفن به خاطر گرفتن یک معلوماتی دیگر نزد خودتان خوانید و یک جای با شما این گونه یک درس گرفته باشیم. الله از هر یک شما راضی باشد و هر یکی ما و شما را بردبار گرداند، موفق گرداند و اینجا با شما خیر و خوش میکنم. الله جزای خیرتان دهد به آنهایی که دعای نیک برای ما کردند و حتما ما را همراهی کنید. پس از چند لحظه دیگر انشاءالله طریق شبکه زمانی دانستن درسی زبان عربی با معلم خلف نیز گذرانده می شود. باری دیگر الله جزای خیرتان دهد تا واخوری های دیگر خانه آباد باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.